زاخو پشتی بویا اداره سر بخو قناغه کادی دست بکر که هم وی شعاری همی گوید بیجن هم ده زاخو بین قناغه کادی یعنی میجو زاخو پشتی اداره سر بخو دست بکر که براستی جکت وی ساله ده حضور و همی آمد وید بیجن که او کار و پروژه هاتینه انجام دان به پالپشتیا راستاخویا برای جناب سلوک حکمت هرما کردستان رئیس دارکار مسرور بارزانی که همی او پروژه زاخو هاتینه کرنه رازانندیل سر همی اون پروژه هم بومید در بریه برایزان زاخو که اوید که کار بانقید کنیان که بازرگان زانن اهمیت تا زاخو کره دایا اگر بیرامه بیتن پشتی سرهلدان جک تا که درگه بویا بو هرما کردستان و عراقی که کار بازرگانی و شاری دادر باز بود بر هنده جک وکرنا لقا که بانقی یا بانقا کردستان یا دولتی الزاخو ام برز نرخین و سپاسیا وانات گیم در نیاز جدین وانا که همی او بازرگان و مستثمر و سرمایه‌دار و شاری که برای سیستم بانقی کاروبارت خود بازرگانی انجام بدن. کومکا پروژان ها تا انجام دادن کشوانا جادت زاخوبون و پروژه دی استراتژی پروژه پرادلا زور پروژه من بنیاد تحتیاج شهری همشن بیشن کار سر ها تکرنه که خوشبختانه قناقت باشد برای ما پروژه مرحله دوی مدست با برهنانه که کوام گرنگی بدین نکرده تایبت چونکه پیوست سر ما و برهنه ماجک بجدار بنت آوا کرنا شهر خدا خوشبختانه پروژه و برهنانه که استثمار باره کشتو کالی چند پروژه بود پیشترات بونه اعلان کردن و کار سراحتی کردن کمپانیت بیانی و کمپانیت نافخو بجدارن هر وسا پروژه گشتیاری چند پروژه که گشتیاری نه کرته تایبتن یه چونه بواره جبهه کردن دا افروکه که سپاسی و هم بجن با کمپانیا بجن یوبی هولدینگ که افروکه سر ارک کمپانی دی قطابخانه که بجن روزاک بو ناحیه رزگاری الوی دوری ابراهیم خلیل دی درست کن که اوجه ارکه پیروز و هم سپاسی وانات کنه که کمپانیا و دخواست که همی و برهنان و بزنسمنت ما بجدار بنت آوا کرنا ولات خدا تایبتی جد درست کرنا قطابخانه خوشبختانه پیشترش ما برای بنیاد قطابخانه دم توشلای و برهنان که دی زاخو و او پروژه هات چوا بارجه وجه کرده دا اوه بتا درگه که خلق میدیش بجدار بنت آوا کرنا قطابخانه